خوش اومدیم به جنگ فردا. استارلورد سرباز بازنشسته کونی که دانشمند شده درخواستش برای شغل جدید تو روز تولد دخترش رد میشه. اعصابش خیلی کیریه، پس میشینه فوتبال نگاه میکنه. فینال جام جهانی که برزیل باز داره توسط فرانسه گاییده میشه. بم دروازه از 30 سال آینده باز میشه که میگه ما داریم تو جنگ با فضایی گاییده میشیم. فکر کنم چون فرماندهتون زن پوفیوزا. میگن ما از گذشتگان کمک و سرباز میخوایم تا نسل انسان منقرض نشه. همه اعتراض میکنن. اینجا تو مدرسه که درس میده یه پسر سیاه بازنده مثل خودش آتش فشان دوست داره. حالا چرا داره اینو نشون میدن؟ حتما آخر فیلم بهش نیاز پیدا میشه. تو آزمایشگاه آینده استارلورد رو نگاه میکنن، میگن که میمیری، پس باید بری خدمت. فکر کنم راکون و باتیستا فقط تو تخیلاتش بودن. یه دستبند میبندن به دستش که هیچ جوری باز نمیشه تا بعد از یه هفته از اعزام با آینده. زنش تراپیست برگشته از آینده است. میگه نرو، همه یا دارن میمیرن یا بگا میرن، بیا فرار کنیم. سرور ستارگان خواهی میکنه، میره پیش باباش، میگه بابا زنم گفته اینو بازش کن. باباش میگه کاس زنت، من نمیتونم سربازتو بخرم، گم شو خدمت. چقدر این دیالوگ برام آشناست. کونده میره خدمت. اولین روز آموزشیه. اینجا همه پیرن، بهشون میگن خدمت فقط یه هفته است. اینجا با یه بیخایی و یه باخایی که بار چهارم میشه داره میره خدمت آشنا میشه. آماده پرتاب میشن. بوم بوم بوم. اشتباهی شده و تو آسمون شهر نابود شده اسپان میشن. البته که همه کرکتر اصلی‌ها میافتن تو استخر رو سقف، بقیه میخورن زمین و میمیرن. به اینا میگن برین آمپولا رو از تیم آزمایشگاه که تو ساختمون جلویی هم بگیرین. تو خیابون میدوئن به سمت آزمایشگاه. همه مردن ولی خبری از فضایی‌ها نیست. همه خایه کردن. توی آزمایشگاه هم همه مردن. یهو کسکشای فضایی دارن نزدیک میشن. بدو این آمپولا رو بردارین و جین فنگ تا 3 دقیقه دیگه F-35 های ارتش آمریکا کل شهر رو بمباران و نابود میکنن. آمپولا پیدا شدن، در حال فرار. کسکشای فضایی بهشون حمله میکنن و از نصفشون کست راست میکنن. استارلورد با تبر آخه مادرتو گاییدم. بیخیال. تو خیابون میدونن و داگ استایل میشن، اما امریکا و کونیا در لحظه آخر میپرن از روی بمبا. ریدم تو این منطق چطور دمج نخورد. یه روز از خدمت گذشته. با خایه میگه من سرطان دارم و تا میتونم دست به خایه زندگی کنم، پس ترسی ندارم. فرماندهشون که بازی زنه صداش میزنه و متشکر ازش. فرمانده استارلورد، من که فرمانده نیستم، با تو نبودم. چی؟ تو دختر منی؟ صحنه احساسی. من رهبر دانشمندانم چون پدرم دانشمند بود. من دکترای بیولوژیک و تنها کسی که میتونه فضایی رو شکست بده. ای خدا. کسکشا رو نشون میده که همه نرن. یه ماده بینشون هست که ملکه است، از همه قوی تره. باید سمی بسازیم که شاهکس اصلی رو بکشه. زید برتر هدف همگان است، پس باید قفس بریم بگیریمش. اینجا میگه فضایی از روسیه اومدن، ما فرودشون ندیدیم، یهو شروع به خوردن همه چیز کردن، پس ما باید همون یه دونه زنشون رو بگاییم. موقع گرفتنش مسابقه تناب کشیه. شاکوس همه رو شکست میده، پس شاکوس انسان ها دست به کار میشه، میپره پایین. اوج فمینیسم رو میبینین، ولی هیچ کدومشون نمیتونن هیچ گویی بخورن. نرا دست به کار میشن. کس در قفس میشه و الفرار. پدر و دختر جا میمونن. سوار هانوی شده و مادر فضایی رو با دوشکا میگن و فرار میکنن تا منتظر هلیکوپترن. میگه بابا تو مادر ما رو گاییدی، رفتی تنهامون گذاشتی. استارلورد میگه امکان نداره، من نمیتونم همچین کاری کرده باشم. دخترش میگه گو نخور، حالا که شده پوفیوز زنجنده، بعدش هم مردی. خلاصه صحنه خیلی احساسیه. گوخوری و کمش کن جنده. اینجا بیس آدماست. کلا چند هزار نفر موندن یادم نیست. شاکوس رو شاکوس آزمایش ژنتیک انجام میده تا سمی بسازه که بتونه کس رو بگاد. خیلی زمان میبره. میگه زمان ما تموم شده، ما منقرض شدیم، این جنگ باخته است. تو باید سمو ببری قدیم تا جلوی جنگو بگیری. امیدی برای ما نیست. یهو بوم بوم فضایی اومدن دنبال زیدشون. تعدادشون خیلی زیاده، آدم‌ها رو میگن و در همین لحظه زهر آماده شده و باید محموله رو با استارلورد به سمت گذشته بفرستن. زید اصلی فرار میکنه و میره دنبال زید اصلی. پدر دختر فرار میکنن و بیس انسان ها نابود میشه و دختر استارلورد همراه شاکوس به پایین پرت میشه. اوه پدر تو باید ولم کنی. نه من هرگز ولت نمیکنم. اما گو میخوره، ولش میکنه. میافتن و صحنه احساسی. شهادتت مبارک دختر. و بینگ پدر به گذشته پرت میشه. با خایه و بیخایه هنوز زندن. استارلورد در شوک به آغوش همسر و دختر هنوز زندش برمیگرده. سم به دستش میگه باید بریم روسیه پیداشون کنیم بکشیمشون. افسر امنیت ملی میگه بیا بکو بالاش، گیرمون هم دستت نمیدیم. جنگ تموم شد، ما باختیم دیگه، پولی نداریم که بخوایم بفرستیم. استارلورد آیا به این آسونیت تسلیم میشه؟ نه. یه تیم از باخایه ها جمع میکنه به همراه بیخایه. میرن پیش پدر جاکشش. میگه بابا تو که سربازیمون نخریدی، یک هواپیما بخر جان من بریم شوروی. باباش میگه باش. حالا کجای شوروی؟ بوم. اینجاست که به اون پسر کونسیا که اول فیلم در مورد آتش فشان حرف میزد نیاز پیدا میشه. میگه آره یخا باز شدن، اینا که یخمک بودن به نوشمک تبدیل شدن. اما کجا؟
اینو اینجا بابا زن تو گاهی این بچه کون دبیرستانی از کجا آمار دهن‌های آتش فشان شوروی رو داره آخه کیرم تو این منطق بخیال. خلاصه پرواز به شوروی. تیم روی خنه تای تایتانیک تو امثال تو هم دیگه تای داستانین داشتن پشت میلنی سیفزش باستانه میگه جای ما تو شورویه توی آمریکانی. جان عجب فریستایلی کردن. خلاصه بم میذارن بم سفینه رو پیدا میکنن سما میزنن به چند تاشون یهو اونا از اون طرف خایه میکنن فرار میکنن. با خایه میگه من میمونم و با سفینه منفجر میشم و همه نرا رو نابود میکنم. کس خاره واسه اینو فهمیده. اون بیرون بی خایه با فرز یکی رو میگیره بابا چرا میله میکنین شما اسلحه رنج دارین. خلاصه با خایه همه رو میترکونه و استارلورد باز با پریدن دمیج انفجار نمیخوره. عجب باگی داره اینو استفاده میکنن. اسپیس رو بزنی دمیج انفجار نمیخوری. شاکوس فرار میکنه و پدر و پسر میافتن دنبالش. پدر خوب اسنایپ میکنه اما دمیج نمیزنه. پسر با موتور یه تک میزنه بهش. این تنها پدریه که به تک چرخ زدن از پسرش افتخار میکنه. خلاصه شاکوس رو با پدر تریسام میکنن با داس میزنن تو چشش. بعد استایل طالبانی گردنشو میزنن دستاشو قطع میکنن هنوزم زنده است و در نهایت بهم زهر رو در دهانش میزنن. چرا از اول زهر رو نزدین؟ داشتین با مشت و لگد میکشتینش باش کشتی میگرفتین. کسکشا از من نپرسین باشه. سیگار بعد تریسام این کجا بود؟ و پایان. من ریدم تو عقل کارگردان و نویسنده این فیلم اما جلوه‌های ویژه قشنگی داشت. من به این فیلم 2 از 10 میدم. فالو و سابسکرایب فراموش نکنید. آنجی رو تو گسته داره دمه تو گاهیدم وای